رفقا حالتون چطوره؟ من سلام هستم از کانال ما. رفقا اومدیم توی این ویدیو تنظیمات بتل رو بهتون نشون بدم. رفقا به نظر من توی تنظیمات بتلتون از یگان دوتا نزدید. درسته این دوتا شکل همه، این دوتا هم شکل همه، ولی چیزاشون با هم فرقه، اتچمنت هاشون. رفقا ببینید، به نظر من سعی کنید تو تنظیمات بتل دوتا گان تو بده و به نظر من اگر شما ها گان لژندری دارید بیاید اینجا مثلا این لژندری با زدن این دکمه و این شاید اینجا باشه گان لژندری، اینجاست گان لژندری. اگرم خواستی مثلا واسه گانتون طرح بندازید اینجوری بکنید. ببینید اینجا چه خوشگل میشه به همین راحتی. شما میشید به همین راحتی به نظر من رفقا توی لوداتتونم یه دونه اسنایپ باشه، اسنایپ و شاتگان یه دونه باشه. یهو وسط فایت میبینی تیر گان تموم شد دم هیدرا بایستدی، اسنایپ رو باید سریع بکشی. رفقا به نظر منم بیاید تویم بابا شبا دارم میزنم، بسم الله. بیاید توی این قسمت اگه واسه اول بازی و با تیر زدن زیاد خاطره خوبی ندارید میتونید بزنید توی این قسمت و اگر میتونید تیر بزنید این قسمت توی این گزینه و اینی که ولش کنید این واسه فینیشه. به نظر من دکمه تک تیر انداز و هیتفایر رو از اینجا بردارید بذارید اینجا. اینو اگه 4 انگشتی میخواید بازی کنید بذارید اینو اون بالاها، بذارید اینجاها توی مولتی. این که بهتون گفتم، نه نگفتم، توی بتل اینو دوتا رو بذارید اینجا. این دکمه تیرم بذارید اینجا، ایم هم به نظر من بذارید اون بالا. به نظر من بهترین من دارم. ببینید الان بهترین چیز تو بازی نمیتونید بازی کنید، نمیتونید خوب موبت بزنید. به نظر من بهترین چیز بازی میتونید بچینید. به نظر من این فقط شد 4 دقیقه.
صبر کنید یک لحظه باشه این رسم کنید فیسکن میذاریم سلام شرکت شما سطح درگاه میدید تنظیمات